سلام مجدد. خب در اولین ویدیو آموزشی دوره طراحی 0 تا 100 وبسایت با وردپرس در 2 الی 3 ساعت در خدمت شما هستم و در این آموزش قراره که با هم خرید کردن دامنه رو یاد بگیریم. یک توضیح کوتاه میدم که اصلا کسایی که نمیدونن دامنه چی هست، هاست چی هست. خب ببینید، وبسایت مثل یک فروشگاهی هست که توی بیرون فروشگاه هایی که هست، مغازه هایی که هست، یه وبسایت هم دقیقا یه مغازه اونجوریه. خب یه مغازه یه دونه تابلو داره، یه دونه هم اون محیطش رو که اجاره میکنیم. خب محیطی که در فضای اینترنت اجاره میکنیم تا مغازمون رو باز بکنیم بهش میگیم هاست، و اون تابلویی که در محیط اینترنت خریداری میکنیم بهش میگیم دامنه. دامنه همان فلانچیز.com، فلانچیز.ir، میبینی اینا دامنه هستن که تابلوی وبسایت ما رو تشکیل میدن، تابلوی مغازه ما هستن و محیط مغازمون که یه محیط خوب باید براش اجاره بکنیم و در اون مغازمون رو بنا بکنیم. پس و اگر میخوایم که یک وبسایت طراحی بکنیم باید یک دامنه و یک هاست بخریم. نگران نباشید، هزینه های معقولی در واقع برای هاست و دامنه هست، یعنی هزینه هاش معقوله و میتونید که با هزینه های خیلی کم بیزنس خودتون رو شروع بکنید. قراره که توی این آموزش با هم دامنه بخریم و در آموزش ویدیوی بعدی هاست بخریم. بهترین جایی که میتونید با قیمت مناسب و کیفیت فوق‌العاده خرید کنید رو بهتون معرفی کردم و ایده دادم بهتون. در این آموزش از 2 وبسایت خرید دامنه رو بهتون یاد میدم. اولی وبسایت لیمو هاست هست که قیمت‌هاش مناسبه. دومی وبسایت نت افراز هست. چون از وبسایت نت افراز قیمت‌هاش یکم بالاتره، من آموزش خرید از لیمو هاست رو دادم. در انتهای ویدیو آموزش خرید از نت افراز رو هم دادم. شما از هر کدوم که راحت هستید خرید بکنید دامنتون رو، فرقی نداره. اما نکته‌ای که هست در آموزش بعدی، چون هاست های نت افراز قیمت مناسبی داره، اینها بچه‌ها یه سری شرکت هستن. لیمو هاست و نت افراز مورد تایید ما هستن. ما هاست های نت افراز رو پیشنهاد میکنیم و دامنه های لیمو هاست رو. دامنه های نت افراز یکم گرون تره، ولی در عوض اگر میخواید که دامنه و هاستتون روی یک وبسایت و هاستینگ باشه، هر دو رو از نت افراز بخرین. وگرنه میتونین از لیمو هاست هم بخرین. طبق آموزش ما هیچ تفاوتی مگر در قیمت و هزینه ندارن. این رو بر عهده خود شما میذارم که در طول این آموزش طبق کاری که من میکنم از لیمو هاست بخرین، یا هم طبق کاری که من میکنم در همین ویدیو در انتهاش خرید از نت افراز. هر کدوم که دوست داشتین انجام بدین. اگه قیمت مناسب میخواید از لیمو هاست خرید کنید. خب بریم که توی این ویدیو دامنمون رو خرید بکنیم، تابلوی فروشگاهمون رو خرید بکنیم، ایده هاش رو در بیارید. توی ویدیو گفتم که میتونید پسوندهای مختلف قرار بدید براش. خودتون اسمی برای فروشگاهتون انتخاب کنید. سعی کنید این اسم کوتاه باشه، خیلی طولانی نکنید که مثلا نمیدونم دوغ برادران فلان و فلان به جز فلان. نه دیگه، اینو نه. یه چیز کوتاه، مثلا نهایتا 2 کلمه‌ای 3 کلمه‌ای که .com.ir یا هر چیزی .top پسوندش رو انتخاب بکنید و خریداری بکنید و بعدش بیاید آموزش بعدی که قراره اونجا آموزش خرید هاست رو با هم بریم. پس بریم که شروع کنیم. قبل از شروع آموزش لایک یادتون نره، کامنت بذارید، انگیزه بدید به ما تا آموزش های رایگان بیشتری رو برای شما قرار بدیم و حتما سابسکرایب کنید، ما رو مشترک بشید برای ما، اینستاگراممون رو فالو کنید و اینها از سمت شما، این کارهای ارزشمند برای ما انگیزه بسیار بزرگی هست که ادامه بدیم و ویدیوهای بیشتری تولید بکنیم. دوستتون دارم. بریم سراغ آموزش.
سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. من آدریا هستم و در این آموزش قراره با هم خرید دامنه رو یاد بگیریم. خب بریم سراغ وبسایتی که ما بهتون پیشنهاد میدیم. ما لیموهاست رو برای خرید دامنه پیشنهاد میکنیم چون قیمت‌هاش نسبت به بقیه هاستینگ ها مناسب هست. خب لیموهاست رو در گوگل سرچ میکنیم و قسمت ورود رو کلیک میکنیم. وارد این صفحه میشیم، ثبت نام رو میزنیم و اول ثبت نام میکنیم در این وبسایت و بعدش وارد میشیم. وقتی که وارد بشین یک همچین صفحه‌ای رو برای شما نمایش خواهد داد و از این قسمت دامنه ها برید سراغ ثبت دامنه جدید و منتظر بمونین تا صفحه لود بشه. خب دامنه مد نظر خودتون رو اینجا وارد میکنین. من یک دامنه از قبل آماده کردم، یعنی انتخاب کردم و میخوام اون رو خریداری بکنم. شما هر دامنه‌ای میتونین خریداری بکنین، یعنی به شرط اینکه آزاد باشه. میبین این دامنه قبلا برداشته شده. حالا هر پسوندی که شما بخواین، یعنی پسوندهای زیادی هست که میتونین انتخاب بکنین. من این پسوند رو انتخاب میکنم برای وبسایتمون fireplace.top. خب شما میتونین .com یا حالا هر پسوند دیگری رو استفاده بکنین. میریم سراغ افزودن به سبد خرید و پرداخت نهایی. خب اینجا باز میکنه. شما فعلا کاری با اینها نداشته باشین، مرحله بعد رو بزنین. خب 1 ساله میتونین بخرین یا سالهای بیشتر که حالا اینجا فقط 1 ساله امکانش هست برای این دامنه و اگر کد تخفیفی داشته باشین اینجا وارد میکنین و لینک همین سایت رو هم این پایین گذاشتیم که میتونین از طریق همین صفحه ما وارد بشین. خب ادامه خرید رو میزنیم. بله پرداخت میکنیم. خب اینجا یک فعالسازی میخواد برای شماره موبایل و این رو ما میگیم که کد رو ارسال بکنه و کد رو وارد میکنیم. هست. آره اگه برگردیم به صفحه کاربری میتونین از اینجا هم با مشاهده فاکتورها رو بزنین و از اینجا فاکتور رو پرداخت بکنین که این فاکتور هست. جزئیات فاکتور رو میزنیم و در نهایت پرداخت رو وارد میکنیم، پرداخت رو میزنیم و وارد صفحه پرداخت میشیم. اینجا حالا من پرداخت رو وارد میکنم اطلاعاتم رو و پرداختم تکمیل میشه. خب پرداخت ما الان تکمیل شد و ما رو برمیگردونه به سایت لیموهاست. خب پس تا اینجا تونستیم دامنمون رو خرید بکنیم. دوستان دامنه میتونه پسوندهای زیادی داشته باشه. برای اینکه بتونین پسوندهای مختلف دامنه رو بتونین توی ذهنتون باشه سایت iranserver.com رو بزنین. از این قسمت ثبت دامنه یه دامنه حالا فرضی بزنین، سرچش رو بزنین و بعد این صفحه که اومد میتونین از این پایین کلی پسوند ایده بگیرین. این همه پسوند، همه اینها پسوندهایی هستن که میتونین دامنه‌تون رو با اون ثبت کنین. مثلا book.black مثلا فرض کنید. بعد علاوه بر .com و .ir این همه دامنه دیگه هم هست. پیشنهادم اینه که از دامنه .ir استفاده نکنین و از همین دامنه هایی که بدون دردسر هستن استفاده بکنین که خیلی هم شیک هستن خیلیاش و قابل استفاده در حالا حوزه های مختلف. خب پس ایدمون رو از اینجا گرفتیم و حالا دامنمون رو خریداری شده در وبسایت لیموهاست که اینجا اگر مدیریت دامنه رو وارد کنیم، وارد مدیریت دامنه بشیم، دامنه ما رو اینجا نشون میده که خریداری کردیم و فعال هستش. خب این قسمت خرید دامنمون به اتمام رسید.
خب دوستان، همچنین علاوه بر وبسایت لیمو هاست میتونین دامنتون رو از وبسایت معتبر نت افراز هم تهیه بکنین که یک کد تخفیف هم من پایین همین ویدیو با لینک همین وبسایت براتون قرار دادم، چون قراره که هاستمون رو هم از طریق همین هاستینگ خریداری بکنیم. بهتره که دامنتون رو هم از این هاستینگ خریداری کرده باشید. البته که اگر قیمت پایین تر میخواین باید از لیمو هاست خریداری بکنین و ابتدایی ویدیو آموزش دادم. حالا میخوام نت افراز رو هم با هم بریم جلو ببینیم چگونه هست. وقتی وبسایت نت افراز رو باز میکنین از قسمت فروشگاه ثبت دامنه جدید رو میزنین و وارد این قسمت میشین. حالا دامنه دلخواه خودتون رو وارد میکنین. مثلا من دامنه دلخواه خودم رو وارد میکنم با پسوندی که آموزش دادم بهتون که میتونین انواع پسوندها رو در ایران سرور پیدا بکنین و یا هم .com یا .net یا .co یا هر چیز دیگه ای که دوست دارین وارد میکنین اینجا با اسم بیزنس خودتون و اینجا رو پر میکنین تا قیمت و موجود یا موجود نبودنش رو برای شما نشون بده. بله، میگه که موجود هست این دامنه، میتونین خریداری بکنین. افزودن به سبد خرید رو میزنیم و تکمیل سفارش. وارد این قسمت میشیم. این قسمت رو رها بذارین، ادامه رو بزنین و تکمیل سفارشتون رو انجام بدید و تکمیل سفارش پرداخت و اینجا باید اسم و حالا اون اطلاعاتی که از شما میخواد رو وارد بکنین و در نهایت پرداخت نهایی رو انجام بدید. این از مراحل خرید دامنه در وبسایت نت افراز هستش که حالا اون دامنه‌ای که دوست دارین رو انتخاب میکنین و در نهایت خرید رو انجام میدین.